سلام. این اپیزود نهم از فصل اول کانال سایکاپه. سایکاپ کانالی که تو هر اپیزودش من تا امدادی یه مقاله مرتبط با روانشناسی رو براتون توضیح میدم. سعیمونم در این کانال بر اینه که مقالات رو هم به صورت خلاصه بیان کنیم، همونطوری باشه که حرف اصلی محققا زده بشه. میشه گفت الان 20 سالی از شروع محبوب شدن شبکه‌های اجتماعی میگذره. تو این سالا گوگل و تلگرام و اینستاگرام واقعا بخشی از زندگی ما شدن و دیگه مثل اون اوایل مثل یه پدیده باهاش برخورد نمی‌کنیم. حضورشون تو زندگیمون اونقدری ضروریه که واسمون دیگه حضورشون عادی شده. اما چیزی که انگار قرار نیست بعد این همه سال عادی بشه، توهینا و حملات آدما تو این فضا به هم دیگه است. اما وقتی بهش فکر می‌کنیم، اوضاع یکم جالب میشه. وقتی در مورد هیترها با کسی حرف بزنیم، احتمالا بهمون میگن که آره کارشون خیلی زشته و فلان و بسار. اما در واقع قوت قلب هیترها این نیستش که ما تشویقشون کنیم، چون در واقع کسی اونها رو تشویق نمیکنه اصلا. در واقع اگه آدما با همه این حرفا و نظرها بازم پیگیر محتوای هیترها باشن، واسهشون بسه. خلاصه این مدل بدرفتاری بدجوری الان رو بورسه. ولی این دست بدرفتاری‌ها فقط زیر پست فلان سلبریتی یا بلاگر نیست و ممکنه تو چت کردن هم به این مدل بدرفتاری‌ها و آدمای بی‌ادب برخورد بکنیم. تقریبا هر ماه میشنویم کاربرا به فلان آدم حمله کردن زیر پستش و ممکنه خودمونم تجربه مورد حمله قرار گرفتن رو داشته باشیم. اینجور مواقع آدما به چند تا سوال خیلی دقیق‌تر فکر میکنن. اولش اینه که این حجم توهین و بدجنسی واقعا لازمه؟ مثلا من خودم دیدم زیر پست یه بنده خدایی کلی آدم اومدن تمسخر کردن مثلا زشت بودن چهره طرفو. بعدش مسئله جالب اینه که این تمسخرها همش از مسیر شوخی و خنده است. یه سوال دیگه که ممکنه بهش فکر بکنی اینه که مشکل از منه که داره بهم توهین میشه یا اون بیادبی که داره بهم توهین میکنه؟ این مورد تو چت کردن با غریبه‌ها زیاد پیش میاد. مثلا یه طرف برمیگرده میگه تو آدم بیشعوری هستی. بعد آدم میمونه که این آدمه داره تون میره یا اینکه واقعا رفتار من بد بوده. یه وقتایی هم اگه آدما خیلی دلمون رو بشکنن تو این فضا، یه کمی فلسفی میشیم و فکر میکنیم به این که اصلا این فضای مجازی چرا اینجوریه؟ چرا انقدر سختگیر و بیرحمه؟ اگه بخوایم خیلی دم دستی به این سوالا جواب بدیم، میتونیم بگیم این هیترها حتما یه مشکلی دارن. که خب البته اگه بخوایم این جوابو بدیم، یه سری تحقیقا هم ازش حمایت میکنن. مثلا یه تحقیقی توی سال 2010 نشون داد که نویسنده های مطالب توهین‌آمیز زمینه‌هایی از سادیسم رو دارن. در واقع هیترها عمدن این بی‌ادبی رو نشون میدن تا دیگران از اون آزار ببینن و اذیت بشن و اونا هم از این قضیه لذت ببرن. اما اگه بیایم یه نگاهی بکنیم به اطرافمون، این عدده حالا رسمی و دقیق نیست، ولی من فکر میکنم تقریبا از هر 10 تا کامنت 3-4 تایش توهین‌آمیزه یا تمسخره یا حالا به هر طریقی کار هیتراست. به نظرم خیلی بعیده که از هر 10 نفر 3-4 نفر دچار سادیسم باشن. واسه پیدا کردن یه جواب منطقی تر به یه مقاله‌ای رسیدم که حرفاش به نظرم قابل قبول بود. این مقاله رو 3 محقق چینی از دانشکده روانشناسی و علوم شناختی دانشگاه پکن انجامش دادن. این تحقیق تو سال 2023 توی مجله ساینس دایرکت هم منتشر شده. هر 3 این محققا کار قبلیشون تو زمینه روابط انسانی تو فضای مجازی بوده و اینکه کلی تحقیق دیگه هم دارن در این زمینه و اینکه کلی آدم هم حرفای اینا رو بهشون استناد کردن تو مقالات. این تحقیق اول از همه اومده یه تعریفی ارائه کرده از اون چیزی که ما تا الان بهش میگفتیم بد اخلاقی توی چت یا توی کامنت. اونا میگن این قضیه اسمش اثر بازداری زدایی آنلاین یا آنلاین دیس اینهیبیشن افکت هستش. این اثر توضیح میده که ما آدما توانایی همه جور بدرفتاری و بدزبانی رو داریم، ولی تو موقعیت‌های مختلف کنترلمون رو روش کم و زیاد میکنیم که میشه بازداری یا اینهیبیشن. مثالش هم اینه که ما ممکنه تو جمع رفیقامون کلی حرفای خطرناک و ناجور بزنیم، ولی خب طبیعتاً تو محل کار یا تو خونه‌مون اون چیزها رو بیان نمی‌کنیم. حالا این فضای آنلاین از اون جاهاییه که کنترل رفتاریمون خیلی خیلی توش کمه و تقریبا اصلا خودمون و رفتارمون رو کنترل نمی‌کنیم که این میشه آنلاین دیس اینهیبیشن.
نویسنده میگه اگه بازداری وجود نداشته باشه، حالا یا کم باشه، خشونت و حملات کلامی و بی‌پرده‌گویی تو رفتارمون زیاد میشه. از طرفی اون حس نودوستی و تمایل برای کمک کردن به دیگران تو اون کاهش پیدا میکنه. مثل این رفتارا رو هممون دیدیم، هممون تو فضای مجازی فحش دادن و نسبت دادن لقب‌های توهین‌آمیز یا مثلا تهدید کردن کاربرای دیگه و نوشتن کامنت‌های طنز با بار جنسی و نژادی رو دیدیم. نکته جالب اینه که محققا میگن حتی اینکه آدما با حروف بزرگ چیزی بنویسن یا مثلا به جای یه دونه علامت تعجب آخر جملاتشون مثلا از 10 تا علامت تعجب استفاده کنن، اینا همه متدهای ابراز خصومته. البته ما تو فارسیشون کوچیک بزرگ نداریم، خیلی حسش نمی‌کنیم. ولی این مورد رو مثلا اگه یه جایی ببینید یه متن انگلیسی رو با حروف بزرگ نوشته، قطعا یه مقداری حس می‌کنید که احتمالاً داره یه حرف مهمی میزنه و قضیه مقدار جدیه. یعنی این فضای مجازی چه ویژگی داره که باعث بازداری زدایی میشه؟ محققا 3 تا ویژگی رو در نظر گرفتن، گفتن احتمالاً اینا تقصیرکارن. اولیش ناشناس بودنه. نویسنده میگه کاربرا چون میدونن خیلی بعیده کسی اون رو تو دنیای واقعی شناسایی بکنه، ممکنه احساس آزادی بیشتری بکنن و هرچی دلشون میخواد بگن. دومیش نامرئی بودنه. اینکه ما هرچی بخوایم و بگیم و کسی هم جوابمون رو نده تقریبا شدنی نیست و بالاخره هر کی خربزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه. ولی تو فضای مجازی آدما میتونن با بلاک کردن و نمیدونم ریپورت کردن یا دیگه ته تهش با پاک کردن اکانتشون خربزه رو بخورن و پای لرزش هم نشینن. این قضیه خودش داره موجب بازداری زدایی میشه. سومیش نبود ارتباط چشمیه. نویسنده میگه شاید اگه ما چهره به چهره بشیم با اون آدمایی که داریم باهاشون صحبت میکنیم، بعضی از حرفا رو دیگه بهشون نزنیم. تا اینجا اینا رو داشته باشیم، بعداً برمیگردیم به اینکه نتایج چی میشه. فعلا ببینیم که محققا چطوری این 3 تا ویژگی فضای مجازی رو بررسی کردن تا ببینن کدومش تو بازداری زدایی موثرتره. بنا به دلایلی که من متوجهش نشدم، این تحقیق روی 142 تا از دانشجوهای اسرائیلی انجام شده که نصف نصف دختر و پسر بودن و رنج سنیشون هم بین 18 تا 34 سال بوده. محققا از مشارکت کننده ها خواستن که توی چت آنلاین شرکت کنن که موضوعها و طرفهای مقابل چت یه طوری بودن که با دستکاری محتوا و لحن چت میتونستن مشارکت کننده ها رو خشمگین و آتیشی کنن. توی این موقعیت مشارکت کننده ها شروع کردن به زدن حرفای توهین‌آمیز و فحش و دریوری و اینجور چیزا. بعد محققا متن این چت ها رو بردن پیش متخصصای تحلیل گفتاری و ازشون خواستن که تحلیل کنن. البته از خود مشارکت کننده ها هم یه سری پرسشنامه گرفتن و خواستن بگن که به نظرشون چرا اون حرفا رو زدن. نتایج نشون میده برخلاف انتظار محققا، ناشناس بودن موثرترین فاکتور بازداری زدایی نیست، بلکه موثرترین فاکتور نبود اون ارتباط چشمی است. اینم حواسمون باشه که نتایج میگن که هم نامرئی بودن و هم ناشناس بودن جفتشون تو بازداری زدایی به صورت معناداری موثرن و فقط مسئله اینه که موثرترین نیستن. نویسنده میگه این نتیجه گیری رو تو خودمون هم میتونیم پیداش کنیم واقعا. ایشون میگه متخصصا گفتن که تو این متنا ما دیدیم که عدم ارتباط چشمی فاکتور اصلیه. اما جالبش اینه که تو پرسشنامه ها هم افراد همینو گفتن اگه با طرفم چهره به چهره بودم احتمالاً اون حرفا رو نمیزدم. ایشون میگه این جالبه که ما خودمونم تا حد زیادی درست حد زدیم که چرا اینطوری میکنیم. در کل اگه حرفای این مقاله رو بذاریم کنار، یه مطلب جالب میمونه، اونم اینه که در واقع حضور ما در اجتماعی که اخلاق ما رو قابل تحمل میکنه. وگرنه اگه ما قرار باشه کسی رو نبینیم و مراعاتش هم نکنیم، واقعا میتونیم آدمای بیادب و بد اخلاقی بشیم. امیدوارم که مطالب این اپیزود واسهتون مفید بوده باشه. منابع مورد استفاده در این اپیزود رو توی کپشن آوردم تا اگه دوست داشتید برید و بیشتر در موردش تحقیق کنید. ممنون میشم اگه نظراتتون و موضوعات پیشنهادیتون رو توی کامنت ها بهم بگید. و مرسی که همراه بودین در 9مین اپیزود از فصل اول کانال سایکا.